شنوندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریفова. رشد محل، بهترسازی اینفراستراکچور دهات در زمینه نقش و فعالیت نظارت مقامات خود اداره‌کنی شهرک و دهات تامین خواهد شد. امروز در شهر دوشنبه در موضوع بلند برداشتن نقش مقامات شهرک و دهات در ساختار دولت‌داری معاصر کنفرانسیای جمهوری برگزار گردید. نورالدین قربان و بهادر قربانزاده از رفت برگزاری این چوربینی گزارش آماده کردند. همایش تحت عنوان بلند برداشتن نقش مقامات شهرک و دهات در ساختار دولت‌داری معاصر با بررسی مهمترین مسائل فعالگردانی نقش مقامات خوداداره‌کنی شهرک و دهات در سیستم دولت‌داری نوین برگزار گردید که در کار آن معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتشاه گل محمدزاده و نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار اشتراک داشتند. در جلسه مسائل تکمیل اداره‌کنی محلی وابسته به تشکل خوداداره‌کنی محلی و عملی‌گردانی آن از فراهم آوردن شرایط‌های تشکیلی، حقوقی، اقتصادی و مالیوی، کادری و اطلاعاتی برای اجرای فونکسی‌های مقامات خوداداره‌کنی شهرک و دهات جهت بلند برداشتن مقام شهرک و دهات مورد بررسی اشتراکداران قرار داده شدند. ذکر کرده شد که دوام سال‌های صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی کشور اصلاحات اداره‌کنی با قبول حجت‌های استراتژی راه‌اندازی شده مشکلات و افضلیت‌ها برای بلند برداشتن نقش مقامات شهرک و دهات خاصه گذراندن تکمیل اداره‌کنی محلی معین گردیدند که صحیفه نو را در ساختار دولت‌داری تاجیکان باز نمود. اطلاع داده شد که در حدود جمهوری تاجیکستان 430 مقام خوداداره‌کنی شهرک و دهات در واحد معمولی و حدودی 369 دهات و 61 شهرک فعالیت دارند. در حدود شهرک و دهاتی تاجیکستان بیشتر از 8 میلیون نفر اهالی زندگی می‌کنند که فعالیت مقامات حدودی شهرک و دهات برای حل نمودن مسائل‌های اجتماعی و اقتصادی اهالی نگرانده شده موقع آنها را در ساختار دولت‌داری معین می‌سازد. مقصد برگزاری این کنفرانس پیش از همه شناسایی راهبران وزارت اداره ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، مقامات خوداداره‌کنی شهرک و دهات از دستاوردها، از مشکلات‌های در سمت فعالیت آنها جای داشته و برای راه‌های برطرف نمودن این مشکلات و پیش از همه برای ماندن خدمت رسانی با صفت به اهالی در نظر داشته شده است. نمایندگان وزارت‌های مختلف وابسته به هر یک مسئله که بس در سمت آنها دخل دارد با برآمدهای پرمحتوای خود می‌توانند که برای پیشرفت فعالیت مقامات خوداداره‌کنی شهرک و دهات مساعدت نمایند. با مقصد در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر و دهات تاجیکستان کارهای بزرگ سازندگی اوج تازه را کسب نموده است که این همه با مقصد تکمیل بهتر نمودن اینفراستراکچور دهات و فراهم آوردن شرایط زندگی اهالی عملی کرده شدند. در برابر پیشروی و دستاوردها در این سمت کمبودی‌ها نیز جای دارند و برای رفع آنها مسئولان و نهادهای دخلدار را ضرور است که کار را در این سمت درست به راه مانده برای رسیدن به هدف‌های رشد ثمرانok فعالیت نمایند. نورالدین قربان، بهادر قربانزاده، عبیدالله سیولی، دوشنبه اخبار. در زمان نهایت پرتضاد جهانی شوی انسانیت با مشکلات و تهدیدهای نو روبرو است که علوفصل آنها تنها توسط عقل و خیرت و فرهنگ انسانپرورانه امکان پذیر است. در چنین مرحله خودشناسی ملی، میهنپروری و صاحب دولتی با درک بلند مسئولیت تقاضا گردیده افتخار از دولت صاحب استقلال ارزش‌ها و در پرتو سیاست سازنده و دستاوردهای آن تشکل اندیشه ملی عامل اساسی رشد از جمله استواری پایه‌های دولت‌داری می‌گردد. شرح فخرالدین محمد یوسف. حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم رکن‌های مهم دولت‌داری، خودشناسی و افتخار از دستاوردهای صاحب استقلالی و آزادی ثمره نظام سودمند دولت‌داری است که در شرایط کنونی در زمینه همدیگرفهمی، وحدت سرتاسری و میهن‌پرستی مردم شرفمند کشور چون کفالت رشد و ترقیات دولت از جمله ثبات و امنیت و یگانگی پیش گرفته شده است. در این روند ساخت دولت‌داری که با رشد با نظام تمام بخش‌ها تحکیم می‌یابد معرفی‌گری هرچی بیشتری دستاوردهای ملی بوده در راه اعمار دولت‌داری نوین تاجیکان پیوستن آن با جامعه جهانی و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی تأمین صلح و ثبات و حقوق و آزادی‌های انسان نقش برجسته تاریخی دارد. چون این پدیده در نوبت خود محصول اندیشه ملی و ارزش‌های بنیادی خلق مملکت میباشد.
چی طوری که بزرگان ما گفتند دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداری است. وطن این تکیهگاه ما، خانه ما و سرمنشه خوشبختی و سعادت هر یک ماست. وطن داشتن نیکبختی است که آن را به یگان معلومات‌های دنیا نمیتوان عوض نمود. ما جوانان امروز شکرگزار آنیم که در چنین یک وطنی زیبای آباد زندگی داریم و خود را خوشبخت‌ترین جوان نیز می‌شماریم. اگرچه امروز استقلالیت بزرگترین جشن ملی ماست، دستاوردهای آن از جمله در زمینه نظام استوار دولتداری، آسایشتگی علالخصوص ثبات سیاسی ارزش عالی است، زیرا آن زمینه و تحکیم بخش رشد استوار مملکت و زندگی شایسته مردم میباشد. با درک این همه جامعه تاجیک مخصوصا نسل نورس و جوان از دستاوردهای بی‌نظیر زمان سازنده و تاریخی افتخار می‌نمایند، سبق می‌گیرند و به میراث بزرگ معنوی و فرهنگی نیاگانمون ارزگذاری کرده این نعمت عالی اتحاد و یگانگی و آسایشتگی ملی را چون گوهرک چشم باید در آینده نیز حفظ نمایند، زیرا در روند جهانی شوی اختلاف‌های زیاد ارزی هستی دارند که بی تاثیر نیست. آزادی و صاحب استقلالی گنج به همتاست که آن را حفظ و گرامی باید داشت. یکی از خصوصیت‌های اساسی ملت تاجیک حس مستقلی بوده در تمام دوره موجودیت آن تحکیم یافته است. در این زمینه در سمت استواری پایه‌های دولتداری در ردیف موجودیت تهدید یا خود روندهای منفی خلل‌دار کننده آسایشتگی از جانب هر یک فرد تاجیکستان نقشه و مرام سازنده باید چون استراتژی‌های عمل با افتخار از دولت و دولتداری تطبیق گردند، زیرا محض خودشناسی، زیرکی سیاسی و ارج گذاشتن به مقدسات و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کفیل رشد استوار است. امروز در خریطه ژئوپلیتیکی تاجیکستان چون سوبیکت مستقل و برابر حقوق نظام نوین رابطه‌های بین‌المللی با 178 کشور جهان مناسبت‌های دیپلماتی را براه مانده، همکاری‌هایش را در اساس پرینسیپ‌های دوجانبه و در چارچوب سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و منطقوی فعالانه پیش می‌برد. این برای اهالی شریف کشور امکان معرفی بیشتری دستاوردهای ملی خاصه تجربه تمدن آفری و تشبث و پیشاهنگی را مهیا می‌سازد که در عصر نو تنها با راه از برنمودن رویه‌های افضلیت‌ناک علم و دانش و جهانبینی وسیع تطبیق خواهد شد. در این سمت هر یکی ما باید در همدلی و خودشناسی بلند ملی از اتحاد ملت دفاع کنیم. موضوع دیگر امروزها جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها در ناحیه 5 ادامه داشته. برای سری وقت انجام دادن این تدبیر 30 عدد تکنیک‌های سوحوی سفربر کرده شده است. همچنین خوجگیداران حاصل باغ‌ها به خصوص آلو را موافق طلبات بازار بندوبست کرده طبق شرطنامه به خارج مملکت صادرات می‌نمایند. گزارش همکاران ما از ناحیه 5. مسئولین ناحیه 5 ولایت ختلان جهت سری وقت و به تلف جمع آوری نمودن حاصل رسیده محصولات کشاورزی خصوصا غله‌دانگی‌ها کار را وسعت بخشیده ایستادند. امروزها دروی گندم و جو در میدان‌های وسیع ناحیه وسعت تازه داشته. بهر سری وقت انجام دادن این تدبیر مهم طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان ماشین‌های غله‌درو از دیگر شهر و نواحی ولایت سفربر کرده شدند. در مسئله درویدن غله ما یگان کمبودی نداریم، تکنیک بسنده است. در رفته ایستاده است. قابل ذکر است که استفاده ثمره بخش زمین امکان می‌دهد که بیشتر اهالی مملکت با شغل تامین باشند و با این واسطه در فراوانی طلبات بازار استعمالی با محصولات گوناگون غذاناک وطنی و در مجموع برای فتح یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌باری سهمگذار باشند. در این جهت ساکنان ناحیه 5 تجربه و دستاوردهای بلند مهنتی و استحصالی را دارا بوده پای عملی نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی کشور در سمت استفاده ثمرناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم و رویانیدن چند مراتبه حاصل از یک زمین در یک سال تلاش نموده ایستادند. وابسته به اقلیم در شهر و نواحی جنوب کشور ناحیه‌های جیهون، 5، قبادیان، شهر توز، ناصر خسرو تمامی محصولات کشاورزی نسبت به دیگر منطقه‌های کشور بروقت‌تر پخته می‌رسد و امروزها خوجگیداران و ساکنان همین ناحیه‌ها یکچند نامگوی محصولات را جمع‌آوری نموده برابر تأمینات بازارهای داخل کشور قسمت آن را صادرات نموده ایستادند. باغپروران ناحیه 5 امسال از نتیجه زحمت و پاداش آن با قناعتمندی حرف میزنند، زیرا سال گذشته با جاری گردیدن محدودیت‌ها نتوانستند حاصل بارنج پروریده خود را به دولت‌های خارجه صادرات نمایند. امسال باشد الکی طبق شرطنامه محصول دسترنج باغپروران ناحیه را صاحبکاران به دولت‌های خارجه صادرات نموده ایستادند. موافق معلومات مسئولین در حدود ناحیه 5 میدان باغات حدود 900 هکتار را تشکیل می نماید که حاصل قسمت بیش آن به صادرات نگرانیده شده است.
از این حساب امروزها حاصل جمع‌آوری نموده باغداران مخصوصاً آلو را صاحبکاران توسط شرطنامه موافق با طلبات بازار جهانی بند و بست نموده آن را به خارج کشور صادرات می‌نمایند. موقع فعال در شرطنامه که انا حاضر اومدن مثال چنده برده استادن. سال اول است که شما از باغات خود به خارج کشور صادرات می‌نمایید؟ نه 2-3 سال شده است که مثال همیشه صادرات که استادیم. موافق معلومات تا به امروز در ناحیه برابر جمع‌آوری حاصل باغات همچنین جمع‌آوری پیاز بروقتی نیز ادامه داشته برابر تامین بازار محلی اینچنین حدود 1000 تن صادرات کرده شده است. امروز باغداران اومدن ناحیه 5 با جمع‌آوری آلو که یکی از میوه‌ای که زودتر در ناحیه 5 پخته می‌رسد بر فدراسیون روسیه صادراتش آغاز کردگی. در سال جاری دورنمای صادرات محصولات کشاورزی از ناحیه 5 2350 تن پیش بینی شده است و مسئولین و خواجگیداران نیت دارند که علاوه بر دورنما محصولات گوناگون استحصال نموده خود را صادرات نمایند زیرا روز از روز با پخته رسیدن محصولات حجم استحصال و صادرات آن می‌افزاید. خبرعلی صاحب نظر، پرویزی سفر، فیروز قربان از ناحیه 5 برای برنامه اخبار. در ناحیه میر سعید علی حمدانی با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکاران مرکز خدمترسانی اجتماعی عبارت از داروخانه، حجره‌های تشخیصی و تالار ورزشی زمانوی مورد استفاده قرار داده شد. ادامه موضوع در گزارش سعید جعفر محمدعلی با خورشیدی نادرخان. در جماعت شهرک مسکو ناحیه میر سعید علی حمدانی در دایره وسایل تدبیرات آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل جایهای نوی کاری و بهتر نمودن شرایط خدمترسانی با سهم صاحبکار محلی شریف خان محمودوف یک مرکز خدمترسانی اجتماعی مورد استفاده قرار داده شد. مرکز خدمترسانی عبارت از یکم این تالار ورزشی که برای 20-25 نفر ورزشگر با همه اسباب‌های ورزشی حاضر زمان تامین کرده شده به اتمام رسیده است. بعد از این داروخانه با تمام اسباب‌های فارماسیوتی حاضر زمان تامین شده به استفاده داده شده است. در مرکز ما 15 نفر جای کاری تامین کرده شده است. مجمع خدمترسانی از دو آشانه عبارت بوده. در آشانه یکم آن داروخانه و تالار ورزشی جایگیر است. برای ترغیب طرز حیات سالم و جلب شوقمندان به ورزش در اساس توصیه مربیان ساحه تالار ورزشی از جانب صاحبکار محلی پورا با لوازمات معاصر ورزشی جایگزینیده شده است. در اساس دستور و سفارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به حفظ سالمی جامعه در آشانه دوم مرکز خدمترسانی مرکز تشخیصی و طبابتی و مشورتی طبیبان با نصب دستگاه‌های عذرزمانی تشخیصی عمل می‌کند. اتاق‌های کاری طبی از آن جمله اتاق گرم‌دهی فیزیوتراپیستی، اتاق ثبت برقی دل، اتاق اولتراسادویی، اتاق یا درمانی و اینچنین اجرای ممدویم به استفاده شده است. با فعالیت شروع کردن مرکز تشخیصی و به کار جلب شدن متخصصان ساحه مشکلات جای داشته را برطرف ساخته ساکنان امکان دارند که سری وقت تشخیص و به طبابت فرا گرفته شوند. صاحبکار محلی شریف خان محمودوف همچون یک شخصی وطن دوست در جواب به توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به فعالیت صاحبکاری اقدام گرفته است که برای دسترسی به مواد داروواری و تشخیص و طبابت فعالیتش را در همکاری با مؤسسه‌های طبی ناحیه به راه مانده بر حفظ سالمی جامعه و در تالار ورزشی باشد برای به کمال رساندن ورزشگران لیاقتمند نقشی موثر گذارد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد با سهم صاحبکاران و دستگیری شخصان سخاوت پیشه شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه و مرکزهای سلامتی در شهرک و جماعت دهات از تعمیر کلی برآورده شد. گزارش مضبوط با بازداده از ناحیه ظفرآباد. اقدام نجیب مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد ولایت سواد را جهت به استقبال جشن مکرمه ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از تعمیر کلی برآوردن شعبه‌های بیماری‌های ایشیمیایی دل، امراض درونی، جراحی بچگانه و کلانسالان، امراض زنانه، گوش و گلوی بینی، آسیب شناسی و رددادی، صاحبکاران باننگ و ناموز، اشخاص سخاوت پیشه، استادهای هنرمند مرکز ناحیه و 5 جماعت شهر و دهات صمیمانه دستگیری نمودند. این است که در یک مدت کوتاه حجره‌ها و شعبه‌های نامبرده تعمیر کامل گذرانیده مبرا و نظربا گردیدند. برای عوض این غمخوری‌ها امروز طبیبان و کارمندان میانه و خرد طبی سطح و صفت خدمترسانی طبی را به ساکنان و مهمانان ناحیه در سطح بلند تشکیل نموده شعبه‌ها را با نوترین تجهیزات طبابتی و کدها و دیگر انفراستراکچورها تامین گرداندند.
در شعبه بیماری‌های امراض درونی همین 20 حجره با صفت بلند تعمیر و ترمیم گردیده امروز بیماران با باوری تام جهت طبابت به اینجا می‌آیند. در شعبه بیماری‌های ایشیمیایی دل طبیبان بیماران را توسط تجهیزات نوترین کاردیومانیتور، ثبت برقی دل و دیفیبریلاتور و طبابت فرا گرفته بخش معاملگی خاص معامله دارند. در این شعبه یک حجره برای بیماران بیماری شدتناک دل داشته جدا گردیده با تجهیزات اکسیژنراتور و دیگر لوازمات درجه اول تامین کرده شده است. گذشته از این با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دستگیری مالیوی تشکیلات مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی صاحبکاران سربلند و اهالی خیر و احسانکار پس از تعمیر کلی در شعبه بیماری‌های ایشیمیایی دل آشخانه علاهیده جای استراحت فراغت و کتابخانه و فعالیت آغاز نمود که از آنها بیماران به طور فراوان استفاده می‌کنند. امروز پس از تعمیر و ترمیم کلی به استقبال جشن فرخنده عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صفت خدمترسانی طبی در شعبه‌های گوش و گلوی بینی، شکسته‌بندی و ردادی خیلی تشکل یافته. طبیبان و کارمندان میانه طبی بیمارخانه مرکزی ناحیوی با شکرگزاری از استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به مهنت صافدلانه مشغول هستند. همه شعبه‌ها قریب که از تعمیر کلی برآمدند. جهازی بستری بیماران همه قریب که نو شد. در حدود بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد همچنین مرکز سالمی ریپرودوکتیوی نیز عمل می‌کند. در این کاشانه مصلحت و مشورت‌دهی 3 نفر طبیب معلومات عالی‌دار، 3 نفر مامودایه و 1 نفر کارمند خرد طبی منتظم با اهالی ناحیه واخوری همایش‌ها دایر نموده جهت غمخوری‌های پیوسته رهبریت عالی دولت و حکومت تاجیکستان فعالیت ترغیباتی تشویقاتی می‌برند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. پایه استوار دولت از رشد علم و معارف و متخصصان زباندان و تفکر بلند تکنیکی داشته به بازار مهنت جهانی جوابگو سخت وابستگی دارد. با نظرداشت این در جمهوری تاجیکستان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردیده است. شرح بیشتر موضوع در تهیه خبرنگارانی اداره. کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی یکی از مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی است که در آن از روی فن‌های دقیق و ریاضی متخصصان آماده کرده می‌شوند. در کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی که در موضوع تطبیق نوگانی‌های علمی در سمت علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی که در کالج تکنیکی برگزار گردید، مسئله‌های مهم، موفقیت، مشکلات و دورنما مورد تحلیل و بررسی اشتراکداران قرار داده شد. تاکید کرده شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 26 دکبر سال 2019 در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جهتی باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کردند. این پیشنهاد دوربینانه رهبر دولت در آینده برای هرچه بیشتر جلب نمودن توجه جوانان به فن‌های طبیعت‌شناسی زمینه واقعی گذاشته در آینده در این رویه‌ها متخصصان به بازار مهنت جوابگوی با تجربه آماده کرده می‌شوند. اشتراکچیان در موضوع‌های گوناگون از جمله ترقیات علم متماتیک در جمهوری تاجیکستان، خاصیت‌های گرمافیزیکی، آلومینی، تازگیش گوناگون و غیره معروضه کردند. مؤسسه دولتی کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان اوسیمی امروز کنفرانس علمی نظریوی را در موضوع تطبیق علم و استحصالات در بخش‌های فیزیک، متماتیک و شیمی برگزار می‌نماید که مقصد اساسیش پیش از همه بلند برداشتن سطح صفت دانشجویان در بخش علم‌های طبیعت‌شناسی و ریاضی میباشد. مقصد اساسی برگزاری کنفرانس مذکور پیش از همه صنعتی کنونی با سرعت کشور و در این زمینه عملی کردن هدف‌های استوار دولت به حساب می‌رود. ذکر کرده شد که در آینده باید از روی فن‌های دقیق و ریاضی متخصصان صاحب اختصاص تیار کرده شوند، زیرا هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور را نمیتوان به چنین متخصصان در عمل تطبیق نمود. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای صاحب کسب گرداندن نسل نورس خصوصا جلب توجه نورسان به فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی تدبیرهای مهم را عملی می‌نماید، زیرا فعالیت من بعده کارخانه‌های صنعتی که در دایره صنعتی کنونی با سرعت کشور بنیاد کرده می شوند به متخصصان مورد نظر تامین کردن غیر امکان است.
بینندگان گرامی، این بود آن خبر گزارشی که تا این لحظه به دست ما رسید. اندام منظور شما کردیم. خیر سلامت باشید.